بیا بخور. بیا خوشگله، بیا بخور. بیا بخورین، بیا. بیا بخورین خوشگله، بیا. بیا. بیا بخورین. بیا بخور. بیا. بیا خوشگل من. بیا. شلوغ نکن پسر. چرا اذیتش میکنی؟ نزنش. بخور غذاتو بخور. بیا خوشگله بیا. کریم. چیه؟ کریم گبره. چی میگه عباس آقا؟ گبره کریم. سلام خلاقلا. کیف احوال؟ سلام olasın. از محل می اومدم زنت دیدم گفتش کریم آقا دیدی بگو یه توکپا بیاد خونه کارش دارم. چیه؟ اتفاق افتاده؟ نه بابا این چیز دختر افتاده آب انبار گم شده. سمک؟ آره اینجا بازی میکردن آب انبار گم شده همه بچه‌ها گشتن پیدا نکردن. اتفاق دیگه چی نیفتاده؟ نه بابا گفتش اگه کریم آقا دیدی بگو بیادش. اتفاقات بابا چی کار میکنی شیکون دیدی صاحب مرده رو جلوش آقا گیرم ها یه دقیقه به اون میدانم همه کار سلام که فهمم. سلام بازی سلام. سلام علیکم. چی خبره؟ چی شده؟ سمک هانی افتاده توی آب انبار نمیتونیم پیداش کنیم. هانیه؟ سمک گوشت کجای آب انبار افتاده؟ اومدم کمکت کنم دمتم افتاد تو آب انبار. مادرتون کجاست؟ اونه. بیان بریم خونه من پیداش میکنم. بریم. شما بریم خونه هاتون بریم یلا زمنش اینجا. حسین شما اینجا چه غلطی میکنید؟ ها؟ دنبال سمک هانیه میگردیم. اول برای چی اومده بودین اینجا؟ آقا کریم بچه‌ها گفتن جا ماهی هست اومدیم ببینیم هست یا نیست. غلط کرده. کدوم ماهه؟ سب کن بیان پایین پدرتون در میاد. باش. Əldən ötürsən gürültü ilə qasılacaqla abənbara. Elə bir abənbanisinin nə mənə vardı? Beş bilmem nə var bunun. بچه ها عقل کله شما نیست. شما فکر نمی‌کنید که
تو آب لجن ماهیگیر نمیاد. دیدم که اصلا اینجا ماهی بود. به چه درد شما میخوره ها؟ بیا بینم پسر. بیا بینم. سمک کجا افتاده بود؟ همین دوره برا. همین دوره برا رو نگو. اونجا که افتاده بود همونو به من نشون بده. دوره برا همین نورده بود. بگرد پیداش کنی. بگرد بینم. حتی شما فکر چایش داخل این آب 1000 نوع میکروب کثافت از شما رو مرز میکنیم. آقا کریم میگم اگه اینجا ماهی بریزی بعد از یک 10 برابر میشه. پسر ماهی رو میریزن به داخل آب تمیز نه به لجن. آقا کریم اینجا مار هم داره؟ اینجا همه جونورا مثل شما هست به جز مار. آقا کریم اینجا که تمیز شد توش ماهی قرمز میریزیم زیاد که شد میفروشیم میلیونر میشیم. آره ارواح بابات میلیونر میشه. پسر این آب انبار آب راهش گرفته شده خوش شده 2 سال طول میکشه که این بدنش خوش بشه. ما بچه ها خالیش میکنیم تمیزش میکنیم. شما بزنین که تمیز کنید آب خالی کنید دنبال اون سمک بگردید ماهی پیشش خودتون. آقا کریم مار کجاست؟ اونجا سمک رو پیدا کردم. برو اینا رو بگی ببخونه منم اومدم. Çarşı söze bakmış dedeni neneni adlaf verir. İşe koyur dedi neneni. میبینی دخترم دیگه کار سر کار بدو بریزه زره کریم آقا این چه سطح شکلیه. هیچی بابا میبینی بیچاره اون کرد از سوپ سمک پیدا شده سمک. آره پیدا کرد معلومه درست شد یا درست خرابه دست نکن. درستش نمیشه. اونجا 1000 سال دیگه تمیز نمیشه. تمیز میشه پر آب بشه 100,000 تا ماهی توش تا میشه. اصلا تو میدونی 100,000 تا ماهی چند تا میشه؟ میشه 100,000 تا. خوب چی؟ میفروشیم میلیونر میشیم. آره ارواش کمت میلیونر میشه. بیا دخترم اینو بزن تو گوشت. حالا صدای منو میشنوی؟ آره. لبخونی نکن. بلند شو. برو. وایستا. حالا صدای میشنوی؟ حالا صدای میشنوی؟ آره. برو عقب برو خب حالا برگرد. سمشت کجا افتاده بود؟ کپیوله دوستم در بسانم کپیوله هنیزم دور بجنه Vaveyler! Kişenlere gir vermişsen bu uşağa. Hem sayılar alın sası işlerler. Arbat məcək görmüsən? Hani yediyəm qudaqlarını eşitmir. Səsimi eşitsən ya yox? Deyir eşidirəm, hən eşidirəm. Git içeri git. فکر نمی کنم دیگه به درد بخوره. یعنی هیچ کاری نمیشه کرد. این بچه بدون سمش خیلی براش سخت. چند روز دیگه امتحان شروع میشه. باید ببرش تهران. من آدرس یه بیمارستان رو بهت میدم. اونجا نشون بده ببین چی بهت میگن. بیمه که داری ها؟ نه. هزینه‌اش خیلی زیاد میشه. کریم حواست کجاست؟ چی شده؟ هیچی بابا هیچی.
اینی بذار اونجا. بیا. حالا نگاه کن. نه هنوزم بعده. میرم اونور امتحان کنم. حالا نگاه کن. نه خیلی بعده. این اصلا درست بشو نیست، خرابه. خوبه بابا تو رو خدا یه همونجا نگه دار. من چی نمیتونم همینجوری وایستم. این چی درست بشو نیست. یه دقیقه تو رو خدا. نیفتی از اون بالا کریم آقا. هیچ طوری نمیشه. نجس. میگم نجس. خراب شد. حالا چطور شد؟ خوبه بابا دست هر چقدر دوست داری نگاه کنید. چیکار داری؟ میگم نجس، شبای تابستون این بالا پشت ما خیلی خوبه ها. خب ما اینجا بخوابیم، بچه‌ها اون پایین تلویزیون تماشا کنه. قبول هستن؟ کریم آقا دکمت داره میفته. وایستا بکن بنداز پایین. بگی مشمزون مهندس چه میاد؟ 1 ساعت بعد میاد. چی کارش داری؟ میخواستم مساعده بگیرم. 10 روز نشتی مساعده گرفتی. مشمزون تو خودت میدونه دختر من ناشنواست، سمچش خراب شده، نزدیک امتحانه، باید سمچ بگیرم. کریم آقا چیه بابا؟ اومدم. شطور مرغا جابجا بکنیم. قربونت، مهندس هر وقت اومد من خبر کن. خب کریم آقا اومدم دیگه. بچه‌ها آرام مواظب باشه استرس وارد نشه. بیا تو حبیب مواظب باش. این کردش صدمه میده. مصطفی مواظب باش، این پاش زخمیه ها. مواظب ببر اون آخر چش باز کن. مواظب باش. چرا اونجوری میکنه؟ حیوان اذیتش نکن. مواظب باش، موتور باز نکن. داری خفش میکنه. بیاریم یواش باز. فراکش تو فراکم بگیری. بشه بالا دیگه.
هیچی پیدا نشد. امیر آباد و بهشیش و این وقت این کوها و چی شد کریم؟ هیچ، آب شده رفت تو زمین. خدا مهربانه. اگه پیدا نشی بیچاره میشن. 2 میلیون تومن پولشه. فردا مهندس میاد ببینم چی میشه. خدا ناراحت نکن.
سلام بسا خسته نباش. سلام. مشنم از اون من اخراج شدم. بیا بشین اینجا یه چای با هم بخوریم. هیچ راه دیگه نداره بمونم. این سهم خودم دادیم بهت ببر بر بچه ها. چایی تو بخور. خیلی بی‌معرفت. عجله نکن همه چی خریده. دست نزن سب کن یه چی. بیا این مال تو. من اینو میخوام. بیا اینم مال. من اینو میخوام. خیلی خوب. اینم مال دختر گلم. سلام کریم آقا. سلام عزیز. نرجس بگی امشب یه املت مشته درست کن. هدا olsun. واسه چی لوازمتو جمع کردی با خودت آوردی؟ ببین نرجس اون کار به درد من نمیخورد. اولا حقوق درست حسابی نداشت، دوما بیمه نداشت، سوما با یه مشت شتر موقع زبان نفت من نمیتونم کار کنم. یه کار دیگه باید پیدا کنم. بچه ها با تخمون بازی نکن. چی کار میکنی؟ میشکنه. بازی نکن پسر. با میدی من بشکنم؟ میدی من داشتش کنم؟ بچه جون شکستن این قلق داره. پس چرا اون دفعه خرابش کردی؟ اون دفعه پوستش خراب بود. بابا اگه نه پوستش خراب بود میدی به من؟ چرا بده به تو بر خودمه. نه خیلی باید بده به من برای مایا میخوام. تو بر چی میخوای؟ منم برای چیز میخوام. بابا بیده به میدی نحاتی کنم؟ بی خود مال خودمه. بیا برو بدیم بابا. نمیخوام. میده من بابا. بچه ها چه خبرتونه؟ ساکت. چه خبرتونه؟ ساکت. بگی بینم. من میخوای چی کارش کنی؟ علامت گذاره میکنم اینجاشو بشکنم. چیکار کردی آخه بابا؟ همین بود قلقش. البته بعضی وقتا اینجوری میشه. پوستش خراب بود. پسرم حسین ببین این مالش بره. این مال پسر خاله عباس، اینم مال چوچب خانم، اینم مال مشت ابراهیم. بلندشو ببر. کریم آقا چیه؟ اینم مال رقیه خانم. مجد رقیه خانم اومده؟ ها بلندشو پسرم بلندشو. آفرین بدی بیا.
سمچتی میبرم تو شهر میدم درستش میکنم دختر گلم. حالا برو. سلام خلاله. سلام شهریم کیفون؟ سلام اصلا نه olubdu؟ هیچ یاسız بابا لامصب هر روز یه مرگشه یه جاش خرابه معلوم نیست چشه. باید ببرم تعمیرگاه درست بکنم. ببینم شهرک میری؟ آره بیا بریم. صبرلا bir dakika. تو تصنهی دیدم چه با هر gün bir yere خرابته. ببین امروز یه دونه چوپونی رو دیدم میگفت یه دونه تخم شترمرغ دیده تو بیابون بالای تپه. بالای کدوم تپه ها؟ پشت مرغداری. آبا همه اونجا را گشتم پیداش نکردم. بید الله بلنجش. خداحافظ. بابا او سن لامصب چی درست؟ میکروفونش خیلی آسیب دیده. به این آسونی‌ها نمیشه تقویت کرد. بهتر شما یه نوش رو تهیه کنید. اگه مایلین میتونم شما رو ثبت نام بکنم و تو نوبت قرار بگیریم. آی دکتر چقدر طول میکشه؟ حدوداً 3 الی 4 ماه. 3-4 ماه. نمیشه یه ماه دیگه دخترم امتحانش شروع میشه. در این صورت آزاد باید تهیه کنید. آی دکتر قیمت آزادش چند در میاد؟ این نوع سمک شما حدوداً 350,000 تومان. بفرمایید. هماهنگی یک کلاسو سپردم به شما. شما هم انگار نگو بازار. شما هم انگار نگو. کجای بازار؟ مستقیم آقا بازار دیرم شده. برو آقا. یه گزارش هم به ما نمیدی که چه خبره؟ اجلاس به این اهمیت. شما الان هیئت آلمانی که وارد میشن هماهنگ کردید هتل کنتینانتال رو؟ هتل استقلال بله. خب فرانسوی‌ها مستقیم میرن سعدآباد که ربطی به ما نداره. خب این اجلاس خیلی اهمیت داره برای ما. شما باید هماهنگیشو میکردید اینها رو. این گزارش عمل کرد باید تهیه بکنید که من به مقامات موافق ارائه بکنم. داداش من همین گوشه پیاده میشم. آره من ببین الان باید یه جلسه ای رو برسم شرکت بکنم بعد باهات صحبت بکنم. گوشی داداش این نقشه رو یاد بگیر بعد سوار موتور شو تهران. چقدر شد؟ هرچی کرمه. مرسی. آقا کی باشم؟ با من هستی؟ نه با جناب علی. یه بنده خدا. غیبگو هم که هستی اینجا چی کار داری؟ دنبال مسافرم. نه بابا دیر اومدی زودم میخوای بری. بشین آقا جون روزی تو خدا جای دیگه حواله کنه. چه خبرتونه؟ این همه بنده خدا معطل روزی من هستم. داداش من اینجا هر کی وایستاده سرقلفی داره. بشین رو اعصاب ما رو نرو قاطی میکنم شما میگی من کجا برم؟ برو آقا جون برو هر جا میری برو پایین‌تر وایستا اینجا وای نستا. برم اونجا خدا نیست. بشین آقا جون برو خدا روزی تو جای دیگه بده. بشین برو. بیا برو مسافر اومد. بیا. سلام آقا. خوب هستی آقا؟ کجا میری آقا؟ بفرما آقا. بشین آقا ببخشید. بلند شو بریم. من کار نمی کنیم. چرا؟ پاشو بریم دیگه. بشین. بابا اشکی با من وایستا الان کسان یه درست میشه حاجی. 2 دقیقه وایستا الان درستش میکنم. همینجا میگردم. وایستا من برمیگردم. وایستا برمیگردم.
را بیافت بریم. این مغازه یکم جلوتر. بله دست درد نکنه. باشید اینجا من بیام. سلام علیکم. جناب مصطفی. حال شانس. حالتون خسته نباشید. شما حساب ما چقدر شد؟ هرچی کردم. وایسا چی؟ کجا؟ برو کجا بره؟ برو کجا؟ برو این داری برو همین ساختمون نیمه کاره سمت چپ. همینجا وایسا الان بیا. چی میخوای پدر جون؟ آقا اینا لازم نداری؟ میخوای چیکار؟ یه چیزی برای خونه لازم داشتم. بگره یه چیزی به درد خود میتونی ببری. ممنون. من پشت خطی دارم. الو؟ ها تویی؟ من جلوی ساختمون نیمه کاره هستم. یه لحظه گوشی. چقدر شد آقا؟ هر چی کردم تو قابل شماره نداره. 1000 تومان کافیه؟ خدا بده برکت. بیا اوج. الو؟ آقا کیلو چنده؟ کیلو 1000 تومان مفته. 1000 تومان کجاش مفته؟ یه دونه بخور بعدم بگو یه دونه. یه کیلو بده من. دو کیلوش کن 2 کیلو. قربون آدم جنس شناس. نرجس چطوره قشنگه؟ بارم بینیم بابا در حال باید شدنی شهران ببینی یاراش بگی زهرا جان یواش میشه پسر دعوا نکن بیا اینجا بشو آب چند برید دخترم کلم آقا اللحن آروم آسه
جناب حاج آقا، خیلی ممنون. شما خوب هستی؟ بله بله حاج آقا، من الان تهران نیستم، من مشهدم نزدیک حرم. بله بله چشم، خلاصه لایق الزیاره شما هم هستی. حاج آقا اگه میشه این کار ما رو هم راه بندازید، شما رو هم دعا میکنیم. آره یکی 2 دقیقه دیگه نزدیکم. آقا همینجا نگردم. وایسا نه با تو نبودم، نه با موتوریم. من چه میدونم. آقا ببخشید چرایتون. آقا آره دارم آقا میام. چرایتون دادم بابا جان دادم. آره حلش. آقا کی به من چرایه دادی شما؟ انصاف تو شد. همین الان بهت پول دادم. به من پول ندادی؟ همین الان دادم. عجب بی‌انصافی هستی تو. یکی یه مسیر 500 متری که 500 تومنه 2000 تومن گرفتی چی نگفتم. آقا 1500 تومن بده ببینم. کدوم پول؟ حالیت میکنم. پولم نمیدی؟ رد کن بیاد ببینم. کی به من پول دادی شما؟ نمیدی؟ روز روشن داری دزدی میکنی. خجالت بکش. شرط کن. حیا کن. سرکار وایسا. دوست قبول باشه حاج آقا. سلام آقا جون. حال شما چطوره؟ حالتون چطوره؟ خوبه؟ قربان شما. سلام آقا. سلام. ببخشید چای جعبه سبز دارین؟ چای سبز ندارم، قرمز دارم. بدم بهت. آقا ببخشید تخم شترمرغ از کجا آوردین؟ این فروشی نیست، برای قشنگیه. یه بنده خدا از بیابان پیدا کرده، با یه حلب روغن عوض کرده. چای قرمز بدم؟ نه خیلی ممنون. صفحه بر نگه استودا دوستم درد سامان تو بزا حالا نستو دوستم درد بیان بزا درد سامان تو بزا دوستم تو پیمونه حالا نستو حالا جلو
این پنجره است بابا. میخوای چی کارش کنی؟ میخوام رنجش کنم با یکی از پنجره های اتاق عوض کنم. خانم شما چه حواستون به بچه نیست؟ بچه رو سپرده به امان خدا. خب اینم میخواد با بچه ها آبنبار تمیز کنن. شما چه همینی میگین؟ پسر یه بار دیگه به طرف آبنبار بره پوستتو میکنم. احمد میگه اگه نفری 15,000 تومان جمع کنیم میتونیم همه ماهی‌ها رو بخریم. 15,000 تومان از کجا میاره؟ آقای میلیونر کار میکنه. آره ارواح شکمت کار میکنه. ما روز 5 تومن اگر بذاریم کنار سر 3 ماه بدهمون تمام شد رفت. پس سمک هانیه رو چیکار کنیم؟ بابا فیچ اونه نکن جورش میکنم. اصلا میرم آزاد میخرم. کریم آقا شما نمیخوای یه کاری ثابت جای پیدا کنی؟ بابا زبونم لال اگر این موتور خراب شد اون وقت چه؟ ببین من هر جا کار کنم 150 تومن 200 تومن بیشتر نمیتونم کار کنم. اینجا با موتور ماه 600 تومن بیشتر کار میکنم. تازه پسندازم میکنیم. مگه بده؟ ها؟ والله چی بگم؟ ببین خوب شد. بشمازم کجا میرفته؟ میریم پیش همشهره خود یکی بیاریم سر جای خودم انشالله میریم افغانستان. به سلامتی کی میره؟ فردا پس فردا میریم مشهد زیارت میکنیم از اونجا میریم افغانستان. انشالله کی برمیگرده؟ یه برج بعد به امید خدا برمیگردیم انشالله. برو پای مشتمزون. مشتمزون بیا این پولا را بری ذریح آقا سلام منو بهش برسون. خدا حافظ. خدا تو رو موفق کنه. برو. چه میدونم چشه هرچی استارت زدم روشن نشد. گذاشتمش جلوی سوپر سویش دست آقای دریانیه. سفارش کردم برو اونجا بگی یه جوری جورش کن. آره آفرین. منم رو موتورم دنبال بار دیگه. بله بیا زودتر اونجا منم دست سرم. آشخانم اونجا هست البته ولی حالا زودتر بیا دیگه. کاری نداری؟ خداحافظ. قربان یه جوری برو گمش نکنی اینو. خیال تخت باشه. این وسطه. آقا بیا ببینیم این چه وضعیه. بیا آقا جون وای نفس من نگاه کن. بیا اینا رو جمع جور کن ببینی. یه لحظه پایین اینا رو بگی برو طبقه سوم. داداش اونا رو ولش کن. بیا اول اینا رو جمع جور کن. یالا به جمع جورش کن. چرا وایسادی؟ برو طبقه سوم. بیا برو من مواظب موتورتم. بیا برو اینا رو مواظب باش نشکنی. برو آقا بجو میانی بجو شب شد آقا. مال خودتونم باشه اینجوری در میسوزونین. یا علی بابا بجو بابا شب شد. یا علی آقا شمدونیه رو بذارین همین جلو رو پیش خون. مواظب باش. کمی بگی به راست. به دیوار نخوره قربون. به دیوار نخوره. برو بالا. اینا قربون بگی برو بالا. بگی حساب میکنیم. برو بالا حساب میکنیم با هم. بگی برو. اونا رو قربون مواظب باش نشکن. چه خبرته؟ مواظب باشی. چه طرز کار کردنه؟ آقا پول ما رو بده ما مرخص بشیم. حالا اینا جمع کن. مثل کارتون بیا بالا. آقا من بار بر نیستم. پول منو بده. من این جمع میکنم میارم بالا. من برم. عزیزم میدونم شنیدم اینا رو جمع کن بیار بالا. من اونجا هستم کارت دارم.
آقا این کارتون کجا بذارم؟ بذار اون گوشه. آقا جان اونو بیاری. اون در رو ببن، مواظب باش. مراقب سر مردم باش. اونو 2 نفر بیا. آره باشو اون در رو بگی شما اونجا نشین. بلند شو بابا. آقا حساب منو بده من برم، دیرم شده. عجله نکن، اون کارتون رو برده بذار اونجا، الان حساب میکنیم. بلند شو بابا. نکن، نریز اونجا، مواظب باش. این کارتون شکستنی تو شکست که نه قیمت قیمت اونا. چیکار کردی؟ نگران نباش، یه پیرم میرم برات میارم. اساس کشی هم درد سره. اون تخت کجا میبری؟ 2 تا میخ بزنی درست میشه. اون اصلا قولشو به کسی دادم. حسین کجایی؟ نرجس اینجا کسی نیست؟ بیا بیرون بچه. این بچه ها اینجا چه غلطی میکردن؟ ها؟ اینا رو چرا به هم ریختین؟ واسه یه پنجره و آب انبار ببریم. بیخود کردین. مگه من نگفتم که دور بره آب انبار نرین؟ چرا حرف اسم خالتون نمیشه؟ مادرت کجاست؟ سرخال عباس اومده بود اینجا، مامان یکی از درس‌گویا رو برداشت باش برد واسه کبره خانم. در آبیه را؟ آره. بیخود کرده برده. مگه مال مفته؟ بیا بیرون کمک کن بالا رو خالی کنیم. یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم کریم آقا. خدا برده کمتون نکنه. چه عجب این طرفا. بفهمید بالا یه چای چیزی در خدمتتون باشه. خیلی ممنون کبرا خانم. کبرا خانم من این در گردم به یکی گل داده بودم. نرجس خانم اشتباهی آورده به شما. انشالله من اینو میبرم. یه در مناسب اگر جیرم اومد میارم به شما. با اجازه. خداحافظ. کریم آقا میومد یه شربتی مخوردی.
نرجس باز چی داره گریه میکنه؟ چرا باور نمیکنی من اون در آبی رو به یه چی دیگه گل دادم، از اون بهترش میارم برای کبرا خانم. آخه قربونشش داد حساب کتابی هست، هرچی بیاد در خونه منو بزنی یه چیزی بهش بدم پس فدا میاد میشه لباستم بکن. این چه گفتن نداره، من تا به حال به چند نفر در پنجره دادم. میدونی؟ نمیدونی چه؟ بابا به فکر سمک هانی هم هستم، به یه چیز سپردم، این روز هم پیشش بودم. من میخوام یه چیز خوب بگم خدایش 2 روز خراب نشه. من به خاطر شما این همه زحمت میکشم، زون من گریه نکن. بخند بخند. چون باد سخت مهتاب نرجز دو جل Oğlan sana vefadar Nergiz güzel güzel Sen ne kadar naz elesen Aşı güven sabrelere Oh ki sana muhabbetim Nergiz güzel مشتی 500 اضافی دادی که حواست کجاست؟ ای آقای زیرک نوبته یا آقا من قبل از شما اینجا بودم، شما من ندیدید. میرم والا دنیا زودی سن زودی نمیدونم. آقا شما برو اونجا واسه پای سرو امضا کردی؟ آره. برو آقا بدم کارتت. بفهم. چی هم میگی؟ فتوکپیایی؟ همینه دارم. فتوکپیایی؟ من همینه دارم. اصلشو باید بدی. مسخره کرده؟ بل پایین بار آقا. آقا برو خودم نه آقا. بل پایین بار. بزن باش آقا. فتوکپیه بپایین. نه بابا بزن. بل پایین باره. چه خبره بابا چه خبره؟ آبرومون بردن. چه خبره؟ فتوکپی داره میده. برادر من فتوکپی نیاد داداش. همچنین فتوکپی ما همچنین میاد بودر olmaz. چشمه بیاخت. محسن جان. هواشو دارم. برم همشهری امضا کن ببینم. اینجا. همشهری الله نه آدم است. الله بگیر آقا بریم. بگیر بکش بریم. محکم. مسیر طولانی باز میشه، محکم من باز نشه. همشهری یکم یواش خفم کردی.
بیا خانم کمک این تناب باز کن تنابم در که چقدر باحاله. کریم آقا یخچال خریدی؟ بابا میبینیش یخچال دیگه. کمک کن این باز کن کنارم در که تلویزیون نخریدی؟ میخرم بابا. بابا خارجیه؟ من چه میدونم خارجی یا ایرانیه. خانیه چاقو بده. بابا چه رنگیه؟ بابا من داخلشو باز نکردیم ببینم چه رنگیه. دخترم برو یه لیوان آب خوردم برای من بیار. دلاشو آخه حالا ما تو این وضعیت یخچال میخواستیم چه کار کریم آقا؟ بابا امانت فردا صبح میبرم میدم به صاحبش. بگو میگه ببینم بیا بیا نه میاره. سلام کوکا، خسته نباشی. فروشیه؟ رنگش چه رنگه؟ مدلش هم که کوکا قدیمیه. 50 تومن بد بدم خوبه. حقیقت میخوام کوکا یه چیزی هم گیر خودم بیاد. اسو بیا کوکا اینو بذارش پایین. های کوکا! کوکا! ببین الان کجایی سر چهارراه. ببین همین چهارراه رو مستقیم بیا یه تابلو خورده خیابان بهزادی همینه بیایید بس بیرون مغازه. آقا یخچال میخره؟ گوشی نه آقا جان به درد من نمیخوره. قیمتش مناسبه ها. آقا چرا حرف حالید نمیشه؟ ارزون میدم. آقا به درد من نمیخوره واسه من داره بار میاد. برو آقا برو دیگه آقا همینطوری واسه من نگاه میکنه. داداش این 15,000 تومن انامه. این 4 تومن هم کرایه بارد. بابا دست مریضه حقا که سر سفره حلال نشست. این پولت بیر. انقدر خیالی من راحت کردی که حساب نره. این کارت مغازی هم بهت میده. از فردا منی بیا اینجا کار کنی. انقدر هم کار زیاده که خیلی عالی میشه بره. خوبه؟ خیلی ممنون. این برنامه‌های رسیده رو یه بار بخون من چک کنم. چایت بخور یخ نکنه. جلسه‌های دبی میخوای یا ترکیه؟ نه داداش دبی. 600 تا دیویدی پلیره. خب 500 تا یخچال سایته. آها. سکاره ژاپنی 400 تا. خب لباسشویی دوقلو کره 170 تا. خب LCD 32 50 تا. خب پلاسما 50 30 تا. خب جارو برقی مالزی 1400 هم 370 تا.
دخترم بیا با من. خانم آقا ببخشید 500 خورد دارین؟ 500 خورد دارین؟ آقا ببخشید 500 تومن خورد دارین؟ برو بابا 500 که خودش خورده. آقا ببخشید 500 تومن خورد دارین؟ آقا ببخشید 500 تومن خورد دارین؟ بابا چه خبرتونه؟ دارم میرم دیگه. بیا برو کنار اعصابم داغونه ورم سم شلا بدو اول بگید نه کریم آقا عصبانی سن زنه شاخ بöldüm ben de şax böldürüm benim başıma taş düştü benim başıma taş düştü
دستت در نکنه دخترم. نرجس خانم. بله. بی اینجا کارت داره. حسین آقا بلند شو به مادرت کمک کن. خانم اینی بگی بذار کنار، زمستون لازمش داره. این چی؟ این که در داغونه. هیچ اونو نکن. درست میکنم از اولشون بهتر میشه. برو. الكتابي كعبة وقبلة شركة القرآن صلي على سجاد موسى ورضا امام رضای قریب. شبلای نمردی چه زنده است. بر جمال محمد و علی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوریم. الله شفا بابا. الله شفا بده. دوریم. خدا. جلم دینم بله. خداحافظ. بوریس. رفتی چه بوریس. خداحافظ. خدا شفا بده. خدا شفا بده. زحمت چک. الله شفا بده. حالا جان زحمت چک. باشم میام سر میزنم. زنده باش. کاری داشتی بفرمایید. حالا کن حسین بده. یواش. حسین آسیب در رو. بیا پلر پایین. بابا درد میکنه؟ یه چند. خب چه شدم؟ یه سمرشنو برات میخرم. هرچی هم پولش باشه میده. نه بابا بعد نو تا دستم
خیلی خوب میشنوم. نمیخوام. یعنی قشنگ میشنوه؟ آره. هانیه این وره. هانیه در پوماد اونجاست. حسین اون بقل نمانه. ببر. شما ببر این سنگین سمد بعد بغل کنید. بیا. سلام عمو کیفیست؟ بارکالله که آماده است. این سبزیه بذارید داخل ماشین من میام. سلام خاله کیف احوال؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ سلام علیکم. کریم آقا 2 هفته دیگه باید بریم بیمارستان جچ پاتو وا کنن عکس بگیرن. زحمت میشه خاله اوله. چه زحمتی؟ اون پیشید باش احتیاط میشه ناقابله. شرمنده میکنه. این حرفا چیه؟ عباس آقا یا در ماشین باز کن. فعلا خداحافظ. خیلی سنگینه. زفته. بابا geldim ha. Bir tane kapı açmak için burada fitnesi yoktu ki. Çıkın öyle görün baba ya. Ah, koymuyorlar ki. کریم آقا حسینی بیدار کن شامشو بخوره. حسین آقا خدا شام بخور. حسین اینقدر پاتو سکون نده دیگه. حسین بابا گروه شد بجا حسین دیگه. صورتت باش دستی دیگه برده بابا. بده بالا بده. بیا آمان این حقوقا یافتم. قربونت برم. مامان فردا بچه ها گفتم میخوایم بریم اضافه کار کنیم. نه مادر نمیخواد. بابات نگران میشه. مامان تو رو خدا اگه اضافه کار کنم روزی 700 تومن بهم میدن. میتونم پول ماهیا رو جمع کنم. تو نگران پول ماهیا نباش. یه چند تا کار خیاطی گرفتم. یه مقدار اونو میذارم کنار واسه خاطر پول ماهیای تو. مامان تو رو خدا زودتر بده. آقای کمالی میخواد باغش رو بزرگتر کنه. همه صخره ماهیا رو میخواد باغچه کنه. خب بکنه. آخه اون وقت اگه ما نخریم ماهیا رو آقای کمالی میده به کسی دیگه. حالا خدا بزرگه. قربونت برم. کریم جان
دکتر یه 2 ساعت دیگه میاد. من یه بار گل دارم. خودم میام دنبالتون. ایشین یو؟ الله تبشیر. قربانم. حسین جان مواظب بابات باش. قربانم. خدا. با من الان میام. جای دور نرو. آقا 2 تا ساندویچ چقدر میشه؟ 400 تومن. 350 تومن نمیشه؟ 90 چجور؟ و یه ناب پرتقال. با بیا بر شما گرفتم. چرا برای خودت نگرفته؟ من دوست ندارم. بیا بخور. نه من نمیخورم. بخور دیگه. بر شما خریدم. بخور بچه دیگه. من خوردم. چطوری حسین؟ حالت خوبه؟ سلام خالاقلو. باقشتا یه جلده یا؟ گله جزله حسین جانم بدی من برو بالا. یالا ماشاءالله. علی سلام اصلا بگی بیا بالا. حسین گفته چی آوردیم؟ چی؟ حدس بزن. ماهیار از آقای کمالی گرفتیم 3 تا شماهی هم بهمون داد. تو رو خدا کجان؟ تو دبه زیر گلدونا. بالا رو که خالی کردیم ماهیار میبریم میریزیم تو آبنبار. وای 3 تا شماهی تا 4 ماه دیگر کن 500 تا بچه میذارم. میدونی چقدر میشه؟ بیشتر از 1000 تا. بازم که تو زودی دادی. خب معلومه بیشتر از 1000 تا میشه دیگه. حسین میلیونر میشیم ها. حالا چرا آقا کمالی شماهی ها رو داد؟ اول که گفته بود نمیده. عباس آقا از کار ما تعریف کرد. آقای کمالی هم 3 تا شماهی رو پاداش داد. ایول بابا دمت گرم. عباس آقا الله دار باشه. کاشن چه وضع خیابان هر روز یه جورده مثل گرچت چندید. من باران چجوری تا اون جورده رو ببرم؟ بابا پیاده باشیم بار خالی بکنیم. کسته بود چه ایرک. یا هر یون بیرون خادملت. اینا رو مرتب بردار بیاید اونجا. من در خدای خدا نه الک قرآن نه هر یون. خودو اگه نه نخور سریده Abbas! Allora, ci dovrà dare una! Una
آده باشید نریزه آقا یه دیوانه شدید چرا این گلدانه شکنده آب ربه خالی شده داریم میبریم آب برسیم توش کجا بریم بچه ها؟ زود باشید زودتر دیگه سریعتر خدایی زود باشید Pərpər olub güllərimiz, ağlayır gözlərimiz. Pərpər olub güllərimiz, ağlayır gözlərimiz. Yadıma hərdən düşür o geçən günlərimiz, o geçən günlərimiz. Yalan dünya, yalan dünya, əcəb oldun yaman dünya, yaman dünya. Yalan dünya, yalan dünya, cəvani dərdə salan dünya, salan dünya. Dəyibdi ürəyimə, fələyin qəmli daşı, sən də mənə yadigar qalıb مواظبم گفت عباس آقا نه اولفته چه olmuyor baba korkma حسین ها را گتسن Şimdi geldiler. مواظب باش حسین آروم بیارش بیرون اونم میدونم بابا
انشالله عروسی دخترم هانیه خانم. کریم آقا فردا صبح میخوام برم خونه رقیه خانم برای حنابندون دخترش کمک. تفلکی ها خیلی دستن ها. میرم و زود برمیگردم. مامان منم میبری؟ اینجور جای پسرا نیستش که. من تو رو خدا منم ببر. بهت میگم مجلس زنونه از کجا ببرمت؟ اینا رو حیف میل نکنین ها، فقط همینا رو دارم. میخوایم روی پای بابا گل درست کنیم. حسن بیا بریم. بذار یه دونه گل بکشم. اول من میکشم. بتن کلا خودم نتید بده منم بتیدم. یا برو بابا بلد نیستی خراب میکنی. میخواستی از اول بیای. چه خبرتون میگم باش بابا؟ نمیدانم من نحاتی کنم. خب صبر کنید. نصف پایین مال شما، نصف به بالا مال هانیه، نصف به بالا قدغن. شما مواظب پای من باشید، درد میکنه. کیه؟ منم رمضان. سلام مشته مزون، کی اومده؟ دیشب آمدم. مشته مزون منو ببخشید، من نمیتونم در باز کنم. بچه همین بغل هستم محله. پیداش کن بیاد در باز کنی، باید کار دارم. خیلی دیدم برات پنج شده. من مزاحم نمیشم، شنیدم پای شما شکسته. آمدم یک احوال پرسی بکنم و یک خبر خوشحالی برای شما بدم. چه خبر خوشحاله؟ شترمرغی که فرار کرده بود امروز صبح برگشته. همگی خیلی خوشحال شدیم. کریم آقا من باید برم. یک سوغاتی از مشهد آوردم برای شما، مگذارم روی دیوار. انشالله خیلی زود شما را میبینم. خدا حافظ.